هرگاهی که نعمت‌الله بصیروی 58 ساله تشنگیش را از آب جویبار نزد خانه‌اش می‌شکند، از آن خوف دارد که بیمار خواهد شد. برای همه خطر خیلی تنقیسی ما همه در آب همه کسل بیماری ما از همه روی همه آبی که آسامیدنی ما که تازه نیست برای همه. صرف نظر از ذخیره‌های سرشار آب در تاجیکستان، طبق معلومات رسمی از 10 میلیون اهالی این جمهوری تخمیناً 41% به آب بی‌خطر آشامیدنی دسترسی ندارد. این ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی که در دوران شوروی ناحیه کالخازآباد نام داشت میگوید، آب جویباری که آنها مینوشند از هر نقطه نظر خطرناک است. پایان‌های مقصد که از زمین‌های کشاورزی که میکنن حولینای نزدی حولگی اکثریتش در همین بعضیش در زعبرو میرد. همه نمودی دارو پرو همه چی را داره در درونی وای افلاسی هم میاد تمام غجدی ها میبیه البته را او آدم کسل میکنه. خبرنگار فرانس پرس خاطر نشان میکند که اثنای تهیه گزارش نزدیکان بصیرف در همان آب جویبار برای دسترخوان نصفی روزی میوه و سبزوات میشستند. مؤلفان می‌افزایند نتیجه یک پژوهش که در مجله بریتانیایی نیچر نشر شده است تاکید می‌کند که از سال 1990 تا سال 2020 هر سال در تاجیکستان نزدیک به 1620 نفر از بیماری‌های مربوط به آب افلاس به هلاکت رسیده است. اما برای ساکنان بعضی دهات دوردست این ناحیه جویبار هم یک معجزه دستنارس است. خواجگی ملکه ارمت و 30 ساله آب را از ماشین‌های آبکشان خریده در حوض زیرزمینی حولیش نگه می‌دارد. سوجا چه پینال بیشایمز آب نیست، اینجا چول است. زندگیمان دشوار است. آب می بود درخت و قامت می افراختند. آبی که در بشکه ها هست تا اینجا نمی رسد. در قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان 25,000 پیریخ وجود دارد که از 3/2 ذخیره آب آسیای مرکزی را تشکیل می دهد. ولی زیرساختار قدیمی دوران شوروی قدرت تأمین اهالی با آب را ندارد. ما در ولایت ختلان جای داریم که در اینجا پایگاه‌های آبکشی نوشوکی برای 2800 خواجگی باید آب دهیم. آب را ما از سبب تعمیر طلب بودن تجهیزات ها آب را دادن نتونسته ایستادیم. از این لحاظ مقصد روزهای نزدیک نصیب کرده باشد ما همین پایگاه ها تعمیر کرده به خلق آب میدهیم. دیپلماتیای مربوط به آب یکی از بخش‌های مهم سیاست خارجی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است. تاجیکستان با آرزوی آنکه روز آب پیریخ‌هایش تا هر خواجگی تشنه‌لب ختلان میرسد، تشبثکار چندین قطعنامه و سندهای وابسته به آب در سازمان ملل متحد بوده است. بهار سال روان حکومت تاجیکستان یک برنامه مفصل تأمین اهالی این کشور با آب بی‌خطر آشامیدنی را راه‌اندازی کرده است، اما الحال از پیشرفت آن خبری نرسیده است.